خدای من غربت و بی کسی قافله یادت مانده، شام اندوه و شب هلهله یادت مانده. در خرابه تو هم از پا ننشستی آخر، قامت خم شده نافله یادت مانده. زخم بی مرهم 40 روز اسارت آقا، زخم بی مرهم 40 روز اسارت آقا، سالها سلسله در سلسله یادت مانده. سلام بر تو ای امام دلشکسته روز واقعه، سلام بر تو ای شاهد سرهای بریده بر نیزه، سلام بر تو ای آرام و قرار قافله، سلام بر تو ای صاحب شمشیر دعا، صاحب مناجات های صحیفه. آقا جان، سید العباد امام سجاد، رحل دستهایمان را با مناجات تو باز می کنیم، با خواندن دعاهای تو نفس تازه می کنیم و با زمزمه کلمات تو یاد خدا را در دلهایمان زمزمه می کنیم. در ثانیه‌های پرواز تو به آسمان ای امام خوبان و در لحظه‌های شهادت تو یاد خدا را در دلهایمان حجی و مناجات و نغمه و ترنم می کنیم، اما مناجات و یاد خدا به روایت پرچم و بیرق و علم و سفره یاد خدا به روایت محرم. خاتون ملک و ارض و سما اشفعی لنا، محبوبه حبیب خدا اشفعی لنا. آرامش قرار و دل سامن الحجج ای زینب امام رضا اشفعی لنا. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم می کنم در لحظاتی که دلهای ما تبدار شهادت حضرت سید العباد امام سجاد صلوات الله و سلام علیه از تسلیت عرض میکنم. لحظه های جانسوز شهادت آقا جانمون حضرت علی بن الحسین السجاد رو به محضر مبارک صاحب عزای بزم این لحظات آقا جانمون امام سر ولعلن حجت ابن الحسن کجا هستیم؟ آستان مقدس عمه جانمون حضرت فاطمه معصومه، جایی که شبیه ترین جا به بارگاه نورانی و آسمانی مادرمون حضرت زهراست. خیلی خوش آمدید. این یاد خداست که به روایت محرم تقدیم حضور شما میشه، اما دانای راز این بزمی که پیش روی شما دوستان خوبم زحمت کشیدن و برای شما پیراستن و آرایش دادن برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعیدی آریا هستن که پیش روی شما باشن. عرض سلام، خوش آمد و البته عرض تسلیت. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. خیلی متشکرم. عرض تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید به مناسبت شهادت سید الساجدین زینت عبادت کنندگان حضرت زین العابدین علیه السلام. انشاءالله که زندگی های ما مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام خاصه این بزرگوار قرار بگیره انشاءالله. از امام بزرگوار یاد کردیم، فرزند گرامی امیرالمؤمنین حضرت زین العابدین سید الساجدین زین العارفین سید العباد امام سجاد که باید به تعبیر دقیق‌تر بگم فاتح دشت کربلاست. او که با سلاح دعا و شمشیر مناجات جنگ نرم یزیدیان رو در هم شکست، او که پیام سترگ و بزرگ کربلا رو تا بلند بالای تاریخ به همه گوش‌ها و دل‌ها رساند و او بود که
این خورشید نورانی کربلا رو در چشمان ما درخشان تر کرد. اگر موافق باشید استاد سعیدی آریا، در خصوص این آقای بزرگواری صحبت میکنم که این رو به جد عرض میکنم، حتی بین ما شیعیان هم مظلوم است و مخفول است. غریب. او که یک ودیعه گرانسنگ بی‌نظیری مثل صحیفه سجادیه، سلاح بزرگی مثل صحیفه سجادیه رو به ما هدیه کرد، برای ما به میراث و یادگار گذاشت. در خصوص او و این کتاب بزرگشون میخوایم امروز صحبت بکنیم. بسم الله. انشاءالله به فضل خدا. خب آب دریا را اگر نتوان کشید، بله، بعد به قدر تشنگی باید چشید. ما بله. وضاعت همین مقداره. امام زین العابدین علیه السلام خب حالا راجع به صحیفه سجادیه چون فرمودید، تمام دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه زمانش مال بعد از جریان عاشوراست. بله. یعنی انشاء شدنش از جانب حضرت توسط اونهایی که نقل کردن، همش دعاها زمانش بعده. و با یک نگاه دقیقی که نگاه بکنید، بعضا حضرت گاهی آدرس های روز عاشورا هم اونجا دادن که چه اتفاقاتی، چه بلاهایی سر شما اومد که روز عاشورا رو رقم زدید، چه چیزهایی رو رعایت نکردید، چه کارهایی رو حواستون نبود، البته در قالب دعا که اینطور. من مثال بزنم خدمت حضرت عالی، مثلا دعای 8 صحیفه مبارکه سجادیه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایا به تو پناه میبرم از اون حالت غلیانات و به هم ریختگی حرص و دنیا پرستی، از اون حالت خواست شدید نسبت به مطامع دنیایی. چقدر از این آدرس ها توی کربلا داریم، چقدر از این آدرس ها در ایجاد شدن جریان کربلا داریم. این هیجانات حرص که چقدر ایجاد شد. خیلی دقیق‌تر جسارت می‌کنم حضرت تو این دعا کدگذاری کردن، کلیدواژه‌ها رو بله خیلی دقیق برای ما دقیق فرمودن که هیجان حرص اگر باشد در شما، تربیتتان تغییر می‌کند، عملکردتان تغییر می‌کند، عاشورا رو رقم می‌زنید، امام کش می‌شوید. یعنی می‌فهمیم پس اولا حرص همچین قدرتی دارد. خب الان که بعد عاشوراست، چرا حضرت بفرمایند؟ چون بعد از اینم همین مسئله هست و یه چیزی مثل حرص، طمع، آزمندی 2000 سال پیش هم بوده، اون زمان ابا عبدالله علیه السلام هست، الان هم هست، فردا روز هم خواهد بود. کل یوم من عاشورا، بله ارزن کرد. یعنی این اتفاق همیشه در انسان ها میفته. اون توی اون حالت ان النفس لامارتون بالسوء، اینکه زمان نداره مثلا 1000 سال پیش امارتون بالسوء یا امروز، نه این حرفا نیستش. لذا این تربیت رو امام زین العابدین علیه السلام بعد از جریان کربلا حتما شروع میکنن و ادامه هم میدن. یکی از نکات مثبتی که داریم تو تربیت امام زین العابدین علیه السلام همین مسئله است. یعنی امروز بیدار شدید، امروز فهمیدید چه جنایتی انجام دادید. اتقتلون و تبکون، دیگه این عبارت براتون آشناست، خودتون میکشید، خودتون هم گریه میکنید. خب این گریه یعنی پشیمانیم، به این معنا که چه آبرویی از خودمون بردیم، چه لکه ننگی رو. البته این مختص همه نیست، بیشتر اهل کوفه اینطوری بودن، وگرنه اگر تو تاریخ نگاه بکنید در مورد اهل شام بحث چیز دیگری است. حالا من زود وارد روزه نشم، ولی اهل شام اصلا بحث تبکون اونجا نیست، بحث خباثت فوق العاده است. اونجا فوق العاده است که خیلی زجر دادن و آبرو بماند. عرض میکنم صحیفه مبارکه سجادیه تعلیم بعد از این مسئله هست. ببینید یه نفر زمین میخوره، شما بچه رو میایید مثلا دستشو پاشو مثلا خون اومده پاکم میکنی و اینا، بعدش شروع میکنی میگی ببین من بهت گفتم اینجا دویدی اینطوری شد. یعنی یه سری تعلیمات هست برای فردا روزت دارم بهت آموزش میدم. من هیجان الحرص، بله حرص زدید. مسلم ابن عقیل رو به خاطر همین مسئله حرص تنها گذاشتید، اومدن تحریکتون کردن، به زنانتون طلا و جواهر میدیم. یه طوری شده بود برای ابن زیاد که نمیتونست از دارالحکومه بیرون بیاد. تو نقل تاریخیش هست وقتی مسلم آمده بود، این فقط میتونست در ایوان بیاد، مردم رو نگاه بکنه، مردم ناسزا بهش میگفتن، برمیگشت داخل، از در دارالحکومه نمیتونست بیاد بیرون.
همین ابن زیادی که فردا روز دستگیر میکنه مسلم رو، تنهاش میذارن، شنیدید احتمالاً، بسیار معروفه که ایشون میگه وقتی از نماز اومدم بیرون احساس کردم جمعیت کمن تو چند تا کوچه داره پیچیدم، احساس کردم صدای پایی کسی پشت سرم نیستش. پس حرص همچین قدرتی داره. میخوایم راجع به صحیفه‌ای صحبت بکنیم که این آدرس ها رو داره میده. مردم فردا روز همین حل نشده باشه، با امام بعدیتون هم همین کارو خواهید کرد، با امام بعدیش هم همین کارو خواهید کرد. اگه بصیرت نداشته باشید، اگر نگاه نداشته باشید، اگر معرفت نداشته باشید، اگر اخلاقتون به همین معنا، نه خوش اخلاقی ها، اخلاقتون به این معنی که حرص، طمع، آز، کبر اینا درتون حل نشده باشه، هی تاریخ رو ورق بزنید نگاه میکنید امام های بعدی، میایم هی ورق میزنیم نگاه میکنیم عدم معرفت نسبت به امام. در مورد امام رضا علیه السلام چطور مردم بعضا نگاه میکنید، حالا خیلی قصه به درازا میکشه ولی خیلی دل آدم میسوزه وقتی امام رضا علیه السلام رو به تبعید به توس میبرن، آدم دلش میسوزه. اون جور حضرت در واقع در تنهایی است ولی اونقدر اصحاب نداره که طرفدارش باشن یا درکی از او داشته باشن یا از تبعید او جلوگیری بکنن. قیامی باشه جلوی امام ماست، بفهمید داره چگونه خداحافظی میکنه، باشه که مأمون جرأت نکنه با حضرت رضا چنین رفتاری بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر به اندازه این گوسفندان اگه داشتم، روایت خیلی معروفیه که پرسون گفتن ظاهرا 17 تا بوده، حالا اونجوری که قیام میکردم. یعنی اینقدر آدمم بصیر به این معنا نبونه. اولا یه نکته کوتاه، فکر نکنیم بعد از کربلا همه چی عوض شد و همه به طرف حضرت اومدن. نه، قیام توابین و اینها زیر نظر امام زین العابدین علیه السلام به این معنا نبود. لذا نگاه می‌کنیم نبود و این مسئله اتفاق بود. خیلی خیلی متشکرم. خیلی ممنونم که یاد خدا رو نگاه میکنید. اینجا حرم عمه‌جانمون حضرت بانوی آباین فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها است. نسیم خوش اربعین حسینی وزیدن گرفته و یکی از جاهایی که در مسیر پیاده روی اربعین دل و جان ما رو آرام میکنه موکب حضرت فاطمه معصومه عمود 1080 هست. اونایی که دوست دارن تو این نهضت خدمت رسانی حسینی سهمی داشته باشند و جرعه‌ای از این دریای بیکران توفیق و برکات و نعمات حسینی رو بنوشن و دوست دارن توی موکب خدمت بکنن و کمکی بکنن، میتونن عدد 3 رو به 3011-22 بفرستن که انشالله اونها هم در این امر حضور داشته باشن و خادم اربعینی حسین سلام الله علیه باشن. یه بخش با هم ببینیم کنار شما هستیم با یاد خدا در جوار فاطمه معصومه. بفرمایید. شب حسین است و شهادت آرزویش، فردا بریزد بر زمین خون گلویش، امشب سکینه رنگ از رویش پریده، فردا زند بوسه به رگهای بریده، امشب حریم فاطمه عباس دارد، امشب حریم فاطمه عباس دارد، فردا سکینه سر به صحرا می‌گذارد، امشب شود تقدیم دین هست ابد، فردا جدا گردد تن دست ابد، فردا جدا گردد تن دست ابد، شود در الغم زائرش فاطمه، شود در ما ریزخوار سفره احسان سرمدیم، از امت محمد و محبان حیدریم، مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، دلبستگان دختر موسی بن جعفریم. زیارتتون قبول باشه. میدونم خیلی از شما دوست دارید در این روزهای محرم و حزن آل الله صلوات الله علیه مجمعین در حرم اهل بیت باشید. شما اونجا هستید، زائرید، نام شما در جریده زبار ثبت و ضبط میشه. داریم در خصوص آقا جانمون
فرزند گرامی امیرالمؤمنین سید الساجدین صحبت می‌کنیم. صحیفه سجادیه که کلیدواژه‌های ناب و کدهای درجه یکی رو برای ما در خصوص واقعه کربلا حضرت فرمودن. یکیش رو جناب استاد سعیدی فرمودن. بریم سراغ بقیه کلیدواژه‌های امام سجاد. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، از اون حالت غلیاناتی که حرص نسبت به دنیا. بله، این آدرس خود امام حسین علیه السلام هم میفرماد الناس عبید و دنیا. ببینید آدرس ها رو داریم، پست دنیا، عبید اون بنده کوچک و خار دنیا شدن. و دین لعق علی السنتهم. بله، پس آدرس ها با هم دیگه میخونه، معدن علمن اینا، محل جوشش علمن، از یک منشه. و ثورت الغضب، حالت های عصبی، حالتهای غضبی که در کربلا میبینید دیگه به صورت عادی نمی جنگن. وقتی علی اکبرش میاد امام حسین علیه السلام، اون حالت غضبی که یک علی به میدان اومده، یک علی به میدان اومده. اون چقدر حالا من حسین ابن علی هستم. بغض‌هایی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بغضاً لابیک، از بغضی که نسبت به پدرت داریم. و غلبت الحسد، حسادت‌ها، اون خانواده بالاترن، این خانواده پایینتر. سبک کار ابو جهل هاست، داره که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و قرآن در منزل میخوندن. یه وقت سعد ابی وقاص، پدر همین ملعون عمر سعدی که میشناسید، میگه اومدم دیدم ابو جهل پشت در خونه پیغمبر نشسته، داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. خیلی عصبانی شدم، بودم چیکار میکنی؟ اگه مردم تو رو اینجا ببینن که هرچی رشته کرده بودیم پنبه میشه، تو میگی مردم دستتون رو بذاری تو گوشتون از کنار این فرد رد میشین. گفت نه دیگه نمیام. قول و قرار فردا شب اومد، دید همونجا نشسته، قول و قرار و عصبانیت. شب سوم اومد گفت راستشو بگو، تو نظرت راجع به این مرد چیه؟ اشاره به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. گفت این مرد پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. ابو جهل داره جواب میده، یعنی یقین داره. اما قبیله ما و قبیله او هر دو مانند دو اسب دوشادوش رو مسابقه بودن. هر پیروزی ما داشتیم یه پیروزی هم اونا داشتن، هر شکستی ما داشتیم یه شکست هم اونا داشتن. الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیست. حسادت. بله، غلبه حسادت من غلبت الحسد. ابن زیاد ملعون وقتی که با چوب به لب و دندان مبارک ابا عبدالله علیه السلام میزنه، میگه یومون به یوم بدر. حسادت اون روز بدر، بغض، کینه است. بله که اینا اتفاق میفته. یعنی هر کدوم رو نگاه بکنی یه ریشه‌ای داره، عدم بصیرتش، ناآگاهیش. پس امام سجاد به ما سلام الله علیه در صحیفه سجاد میفرمان که اگر حرص دنیا رو داشته باشیم، دنیا پرستی در خودمون سرکوب نکنیم، منکوب نکنیم، دو، حسادت رو در خودمون از بین نبریم، اینها با هم جمع میشه و ما رو به مرحله امام کشی میرسونه. و تاییدش هم همینی که تمام شهادت سندهای تاریخی ما بر همین مسئله به پیغمبر کشی هم میرساند. جریان امام رضا علیه السلام در طوس، اون جلساتی که اون ملعون تشکیل میده برای اینکه حضرت مواجه کنن و مناظره کنن با دیگران در بین علما و بزرگان، بنابر اینه. بله، موفق نمیشه، ولی بناشی نیست مثلا یک بحث علمی باشه یا یک مطلبی روشن شه، او هیچ خیری ازش نمیرسه به امام. بنابراین میخواد بگه امام هم مثل یک دانشمند دیگه یه آدم معمولی است، تحقیر می شود. ببینید در مناظره برش غلبه پیدا میکنن، هیچ چی نشد که برعکس امام تو همه مناظرات پیروز است، درخشیدن و همین از دفعه قبلم در نظر مردم بالاتر رفتن. و اون شدت حسادت که خودش احساس حقارت کرد، دید هیچ کاری پیش نبود، باز شد به شهادت برسونه. بله، پس رذائل اخلاقی اینقدر قدرتمند هستند که به مرحله امام کشی هم می توانند برسانند انسان. دعای 20 صحیفه سجادیه، اونم همین دعای مکارم الاخلاق که خیلی هم معروفه، اونم میخونیم نگاه میکنیم. خیلی از این آدرسا داره، خیلی از این مسائل توش کلیدواژه هایی داره. فتنه نظر، چشم انداختن در زندگی دیگران، فتنه هایی که اونجا تفتنی ولا تفتنی داره. خدا این فتنه ها رو گرفتار نشم. اگر مطلب طولانی تر، وقت طولانی تر داشتیم، دونه دینا اینا رو من خیلی پیشنهاد میکنم. یک بار آدم با یه مداد پیشنهاد میکنم، با یه مداد صحیفه سجادیه رو بخونه، بالای اینایی که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن یه نمره به خودش بده. خودم بیام بگم که اینجا که حضرت میفهمد فتنه حرص، فتنه طمع و آز، فتنه کبر، فتنه حسد، ببینم نمره من تو اینا چنده. آخه بعضی از ماها ان شاءالله اینجوری نباشه،
آب گیر نیاوردیم وگرنه شناگر قابلی هست. بعضیا میدانن اطرافیانشون مثلا در تنگنای مالی هستن، 3-4 تا منزل دارن، یه منزل دیگه هم میخرن، 3-4 تا ماشین دارن، یه ماشین دیگه هم میخرن، طلا جواهر دارن، هی بر اینها میافزاین، یعنی حرص و الهاکم التکاثر. و این اتفاق وحشتناکی است. امام سجاد میفرمایند که از این کار خودداری بکنید و دوم حسادت رو در بین خودمون از بین ببریم و چشممون به مال دیگران و به تعبیری در مسابقه و رقابت با دیگران نباشه. خب دیگه از این گلواژه‌های امام سجاد برای ما اللهم انی اعوذ بک، با این ترجیباً تکرار می شود، من سوء الولایت لمن تحت ایدینا، کسانی که سوء الولایت، بد سرپرستی، لمن تحت ایدینا، برای کسایی که زیر دستمون هستن. خیلی از افراد، رهبر شیعیان کوفه سلیمان ابن سرد خزاعی، درسته؟ سوء الولایت لمن تحت، اونایی که زیر دستش بودن حرفشو گوش میکردن، از قبیلش بودن، اگه این یک کلمه میگفت بریم با امام حسین علیه السلام، چند هزار نفر سرباز، 72 نفر میشد چندین هزار نفر. شاید کربلا در این قیاس و قد و قامت رخ نمیداد، اینجوری رخ نمیداد. شاید اصلا بحث جور دیگه میشد، نه اصلا شاید جنگی در نمیگرفت. آره، به این معنا که شما مسیر خودتون رو برید یا به کوفه نه یا هر چی مثلا. سوء این یه نفر، ما فکر میکنیم آقا سلیمان یک خطا کرد خودش نرفت، نه بحث یه سربا نیست. تو ولایت داشتی، سرپرستی، به همین معنای سرپرستی که ما میگیم، تو حرف تو رو گوش میدادن، اگر بصیر بودی، اگر یاری امام تو میکردی، چندین هزار نفر میآمدن. اماممون قریب نمیماند و او رو قریب گیر نمیآوردن. ترید نبود حضرت. چقدر این تعابیر دلتنگ کننده و اسفناکه که شیعیان که اونهایی که توانستن خودشون رسوندن، ولی امت اسلام امام المسلمین رو قریب گذاشتن و دشمنان او رو قریب گیر آوردن. خیلی متشکرم. لحظات ناب زیارت فاطمه معصومه است، این گنبد و بارگاه نورانی آسمانی رو می‌بینید. یه بخش با هم ببینیم کنار شما. فرصت داریم؟ 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. خب 5 دقیقه فرصت داریم. 5 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید. بریم سراغ کلیدواژه‌های بعدی. چشم. اللهم انی اعوذ بک لمن استنع العارفة عندنا. خدایا پناه میبرم به تو من ترک شکر لمن استنع العارفة عندنا. خدایا از ناشکری برای کسی که یک کار خوب در مورد ما کرده باشه به تو پناه میبرم. چه خدماتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به شما داشت. گذشته‌تون رو ببینید، چی بودید دوران جاهلیت، چقدر پست زندگی میکردید، از حیوان پست‌تر بودید، دختر خودتون رو زنده به گور میکردید، معاملاتتون یه جور، جنگیدناتون سر این که یک حیوانی از این قبیله تو مرتع اون یکی قبیله چریده، چقدر جوون از هم دیگه کشتید، چقدر تو خون زندگی میکردید. پیغمبر چه کرد برای شما؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یادتون نیست تو خیبر که همه مونده بودید چی کار بکنید؟ فتح خیبر توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، اینا چیزایی نیست که 1000 سال برای شما گذشته باشه. میبینید این پسر همین امیرالمؤمنین علیه السلام، بندگی و عبادت خداشو میبینید، حجشو میبینید، دعای عرفش رو میشنوید. من ترک شکر لمن اندر عارفت عندنا، کسی که عارفه یک کار خوب استنع العارفت عندنا، یک کار خوب در مورد ما کرده باشه، بله نتونستید ببینید چه کرد براتون امام حسین علیه السلام و به اون ظلمی که تن دادید، به یزیدی که تن دادید به خاطر مال دنیا و به خاطر پستیشون نفهمیدنش. آره، از خذلان حضرت امام زین العابدین علیه السلام میفرماد خدای اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم از خذلان مظلوم. خذلان اللهم انصر من نصر و اخذل من خذل، از اینکه دست مظلوم رو رها بکنم، از اینکه کمکش نکنم، ترکش کنم، قریبش بگذارم. بله این آدرس همش تو امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه میفرماد، از اینکه تنها بذارم امامم رو، از اینکه قریب بیفته امامم. و یکی از سختی های زندگی امام زین العابدین علیه السلام، چون زمان کوتاه عرض بکنم، یه وقت شهادت درد است و شمشیر است و
بله. تن انسان شرح میشه. امام حضرت ابوالفضل علیه السلام یه عبارتی داره وقتی میخواد بره میدان، به امام حسین علیه السلام عرضه میدارد قد ضاق صدری و سئمت من الحیات، سینم تنگ شده، سیر شدم از زندگی. خب چرا؟ صحنه هایی که هر کسی یه دونش رو نببینه تعریف میکنی براش، جان آدم رو به لب میرسونه. دیده حضرت ابوالفضل علیه السلام، امام سجاد علیه السلام هم دیده. بله. حضرت دیده. و تحمل کنی 30 سال زندگی کنی، اون قاتلین رو، اون مسائل رو ببینی، زجر از دست دادن تمام عزیزانت به یادت باشه. انشالله از خدا میخوایم انشالله ما رو جزو خدمتگزاران اهل بیت قرار بده. خیلی متشکرم استاد سعیدی بزرگوار. سلامت باشین انشالله. 1000 مرتبه شکر که سر سفره معرفت و بصیرت سید العباد امام سجاد بودیم. امروز در حرم فاطمه معصومه عذرخواهی میکنم فانوس معرفتی روشن کردیم برای امام سجاد. دل و جانمون رو با صحیفه آرام و قراری دادیم، انشالله که قبول بشه. از شما خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم که با یاد خدا با ما همراه هستید به روایت محرم. این روزها در حرم عمه جانم فاطمه معصومه هستیم، شما با ما همراه باشید و نفس بکشید در این آستان ملک پاسبان. خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله